خلاص دوستان عزیز، یک خانه بسیار زیبا و کامفورت بگیم برای همین تفلک آماده کردیم، امروز به استفاده دادیم. برادرای عزیز، این شامپونی که در دست ما میبینید کارش باور کنید معجزه است. این برای پیشگیری از ریختن موی سر و بقوت کردن موی سر است. این را از کجا دسترس کنیم؟ از شرکت زیارت شاپ در شهر مسکو. یعنی تحویل دستافکا به تمام شهرهای روسیه، به شهر دوشنبه، با تاجیکستان وطن عزیزمون هم دارن. شما میتونید بین این رقم ها مراجعت کنین، از نام ما گپ زنین، برای شما هم تخفیف میکنن، هم زود به دست شما میرسونن. بهترین شامپون ما برای شما توصیه میتونم. دوستان عزیز، چند قبل ما انا همین تفلک از زبار کشادگی بودیم با دستگیری یکی از صاحبکاران. حاضر برای همین تفلک ما خانه را ساخته، یعنی امروز به استفاده دادیم. حاضر ما داخل خانه را همه را به نوار گرفته بهر شما نشان میتیم. ما بخشش که نمیگم که کدام صاحبکار سهم خود را گذاشتگی است، فقط در حقش یک کف دعا کنین تمام. بسیار یک کاری کرد که یک عائله را خرسان کرد. من شخصا از نام خود، از نام پدر و مادر انا همین تفلک به این صاحبکار وطنی که سهم به اندازه خود را در اینجا گذاشتند و ما را گفتن رفته یک خانه را ساخته به استفاده بده، این ما امروز به انجام رساندیم. حاضر با خودتون میبینین مینداری را میرسونیم. بیا یک بار داخل میشیم، اول تماشا میکنیم، بعدا ادامه میدیم. اینجا حاجتخانه است که حالا خیر مقصد تمام چیزاشون آورده در همینجا گذاشتگی هستن، حالا جابجا کردگی نیستن. خانه برای که همین روز داخل شدگیم. اینجا کخنی است، کخنی چه که خوش رو کردیم. انا اینجا بانیا است. حالا من سیاتش رو بیرون کنم. یک بار داخل نشون دید. بهترین نصیب شون کنم. بله. ولی ریمون رفته است. این ریمونت داخلش رفته است. نصیب. کافه شما وای میکنیم دیگر تمام میشه ماده کردیم. خب. کلیدورش هم شد. کلیدورش هم نه. یک بوزی با اینجا خیلی پیچکش است ماده. اینه یک خانه دیگر. اینجا یک خانه دیگر. نه اینجا هم تعمیر شدگی است. همه چیز چورش قد کردی همه چیز چورش قد، فقط این چیزاشون از خودشون هستن. اینجا مهمانخانه. مهمانخانه‌ش هم خیلی زیبا، کشاد، خیلی روشن. بله. خلاص دوستان عزیز، در خانه کخنی، بانیا، حاجتخانه در داخل کردیم. یک حاجتخانه دیگر در بیرون کردیم. در حولی کت همشه خریده که آوردم مقصد چسباندیم. اینا دوستان عزیز خانه آماده شد. خیلی کم کمک اگر ماندگی است مقصد برای تعمیر، ایناش آهسته آهسته پدرشون خودشون کردن میگیرد. بار دیگر مینداری به اندازه پدر و مادر انا همین شخصیت رو به این صاحبکار وطنی که غمخواری و دلسوزی کردگی است میرسونیم. کاری را کردین که باور میکنین یک طفلی که 7 ساله هست، همساله اینها الکی صنف 1 میروند، مکتب میخوانند. این طفل ما 7 سال میشود که نه گپ میزند، نه راه میگردد، با جز شیر یگام چیز دیگر نمیخورد. با جز شیر یگام چیز نمیخورد. خلاص دوستان عزیز، یک خانه بسیار زیبا و کامفورت بگیم برای همین تفلک آماده کردیم، امروز به استفاده دادیم. بسیار خرسنده خانگی های را میبینی، باور میکنی چقدر انسان خوشبختیش احساس میکنه. خوشبختی در انسان پلدار انا همین خرسندی، انا همین معیوبان است و بیچارگان است و کم بغلان است. وقتی که اینها را دستگیری میکنی، خوشبختی را در این وقت احساس میکنی. خوشا به حال همه صاحبکارایی که امروز سهم به اندازه خود را بهر ملت، بهر وطن خود گذاشته ایستادند.
ما هیچی نکردیم، ما فقط یک سبب شده هستیم. همه خرج این رو صاحبکارا کرده هستند. یک صاحبکار همه این خرج رو به عهده گرفت و اینا ما اومدیم خانه رو ساختیم، امروز در دست پدرشون سپاریدیم، تفلک آوردیم داخل کردیم که بسیار شرایط وزنین در قرار داشته بودند. اگر نمورهای پیش ما را دیده بودین، در یک جای به نهایت وزنین دشوار زندگی میکردند و خدا را شکر امروز این خانه کشاد روشن و زیبا که آوردیم با تمام شرایطش، بله با تمام شرایطش، حتی تو خالدینیک تلویزیون تمامش تامین است. یگان مشکلات و کمبودی دیگر ندارند. آبهاش هم حتی گذراندگی هستیم که مقصد که به مشکلی شود. اینجا بشکه آبشون آمادگی هستیم، دیگ کوسه و طبق تمامی چیز هست. این حاجت خونهش اینش. این حاجت خونه. خلاصه همین زمین 2 ساتق زمین است، تحفه کردگی هستند. در همین 2 ساتق ما یک شرایط خوب رو برای اینها ساختیم. این حتی کت هم آورده موندیم، اینجا در میشینن. آها، اینا کتش هم خریده آوردیم در اینجا چسبوندیم. یگان کمبودی دیگر در خانه وجود ندارد. کسی که سهمی خچه گذاشت با امیر یا در حقیقت مهمان بودن خسانده هم به کانال ندارن، چیزونه که من دیدستم حاضر در چهره ایدی کنم بودن، اما برکت کسی که سهمی خچه در اون گذاشت است. ما و شما باید بخیل نباشیم، بدبین نباشیم، در دستگیری و کمک همدیگر باشیم. اگر همین گونه صاحبکارا باز زیاد شوند و یک چیز دیگر نگفته نماند، مینداری پدر و مادر و مینداری خود را به آن نفرانی که در همین کودک سهم گذاشتگی هستند، 1 درهم هم که گذاشتگی بودند، ما مینداری میکنیم و این خیر اینها صدقه جاریه می شود. در این دنیا میگم که دائم ما تکرار میکنم که جسمتان قطعی نامتان به گور نبرین، باور کنین، نام نیکتان گذارین. نگاه کنین چقدر بزرگای ما نامهای خود را گذاشتند، چقدر سخاوتمندان ما نامهای خود را گذاشتند. همه آنها را به نیکی یاد میکنند، در حقشان دعا میکنند. این 100 سال و 50 سالی که عمر میبینیم این زود میگذرد. انا همین آبادکاری های ما که در خدمت به وطنمون کردیم، بر خلق ملت مون کردیم، به این قدر بیچارگان کردیم، همه در نامه اعمال هر یکی ما و شما کتابت شدن میگیرد.